من دردی که من دارم، من خیلی وقتا بود که تحقیق میکردم که این پابجی رو من بدانم که حقیقت همین چی هست، چون اکثر جوانان ما گرفتار به این مرض شده بودن. الحمدلله ثم الحمدلله من موفق شدم این برنامه های زیر تعقیب کردم و از خیلی علما هم جستجو کردم تا حقیقت این را پیدا کردم. ای پدر بزرگوار، خبر داری که در خانه چی میگذرد؟ ای جوان عزیز، خبر داری که ایمانت کجا هست؟ ای جوان مسلمان، خبر داری که ایمان به کجا رسیده؟ به خدا قسم این حدیث را بشنوین که تکان بخورین، تکان. رسول خدا صلی الله علیه و سلم حضرت عبدالله ابن مسعود میفرماید، حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میفرماید که روز از روزها رسول خدا در جنب مکه، در کنار مکه به نماز مصروف بودند. در نماز مصروف بودند. مشرکین و کفار یکی به دیگر میگفتند ببین این مرد ریاکار را، این مرد ریاکار را ببین. و پیامبر خدا اشاره میکردند. بعد مرد از جمع مشرکین بلند شد، نامش عقبه ابن ابی معیط است. از جمع مشرکین بلند شد، رسول خدا سر نماز است، نزدیک شد به پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم، دستمال خود را عقبه ابن ابی معیط گرفت، به گردن رسول خدا انداخت، آنقدر رسول خدا را خفه کرد، فخنقه خنقا شدیدا. رسول خدا صلی الله علیه و سلم آنقدر خفه کرد تا گردن مبارک به شانه چسبیده بود. در همین لحظه ابوبکر صدیق از راه میرسد و دور میکند عقبه را و میگوید اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله؟ آیا مرد را میکشین کو صدا میزند پروردگار من الله عالمیان است؟ عزیز من، این دینی که الان من و تو داریم، به خدا قسم خون عمر این دین را آبیاری کرده. این دینی که من و تو داریم، خون عثمان این دین را آبیاری کرده. این دینی که من و تو داریم، خون علی این دین را آبیاری کرده. این دینی که من و تو داریم، 70 تا حافظ قرآن در جنگ موته این دین را آبیاری کرده. این دینی که من و تو داریم، خون سمیه ریخته در پای این دین. این دینی که من و تو داریم، خون یاسر ریخته در کنار این دین. این خون دینی که من و تو داریم، قطرات خون جگر حمزه در این دین ریخته است. این دینی که من و تو داریم، امام ابو حنیفه فدا شده. این دینی که من و تو داریم، خون ایاز نیازی این را آبیاری کرده. این دینی که من و تو داریم، خون حیات الدین صاحبی این دین را آبیاری کرده. این دینی که من و تو داریم، خون مفلح این دین را آبیاری کرده. این دینی که من و تو داریم، خون مسلمیان این دین را آبیاری کرده است. ما امروز این دین را کجا کردیم؟ تکیش کردیم، پارش کردیم. امروز جوان پابجی بازی میکنند، امروز جوان گیم میزنند، امروز جوان چین میزنند به رسول خدا. چه نوع توهینی نیست که امروز جوان به دین نمیکنند. در یکی از فازهای گیم پابجی، وقتی در این برنامه وارد شوین، وقتی بخواین از یک فاز به فاز دیگر بروین، بخواین یک مرحله به مرحله دیگر طی شود، کعبه اونجا نمودار می شود. کعبه، اون کسی که داخل گیم بازی می کند، وقتی می خواد از یک فاز به فاز دیگر برود، باید یک مرمی به کعبه بزند، بعد به فاز دیگر برود. الله اکبر. این دینی که با خون دندان رسول خدا آبیاری شده است. ولی امروز همون خانه‌ای که ابرهه تصمیم گرفت کعبه را چپه بکند، الله انتقام گرفت، تمام لشکر ابرهه را نابود گردانید. ای جوانی که دست از پابجی بر نمیداری، به خدایی که محمد را به رسالت فرستاد، روز قیامت الله انتقام خانه خود را از تو میگیرد. در یک فاز دیگر، وقتی در همین گیم پابجی و برنامه پابجی حرکت میکنین، وقتی میخواهد امتیاز کسب بکند، این کسی که گیم پابجی را بازی میکند، باید به بت سجده کند، به بت تعظیم کند. عزیز من، اون کسی که به نام افسر تو داخل گیم است و تو با او بازی میکنی، او وکیل توست و تو موکلش هستی، اون نائب توست. پس گویا که تو خودت به بت سجده کردی. حتی بعضی از علما گفتن کسی گیم پابجی بازی کرده، اگر متأهل بوده برود کریمه بخواند، دوباره نکاح بسته بکند. و در بعضی از همین گیم پابجی
در بعض از سانه‌هایش که میرسیم اوجا تیاره هم دارم فکر میکنم در تحقیقی که گزارشی که به من رساندن وقتی تیاره مرمی میزنند نام الله و نام رسول الله مصور می شود با زبان انگلیسی یک تیر به نام الله زده می شود و یک تیر به نام محمد صلی الله علیه و سلم. ما کجا هستیم؟ ما چی کردیم؟ ما به این دین چه کردیم؟ به خانه خدا تیر میزنیم، به الله تیر میزنیم، به رسول الله تیر میزنیم. ایمان کجا باقی مان؟ پدر جان، فرزنده که پابجی میزنه سر دسترخوان تو مینشیند، اون کسی است که به الله تو تیر زده است، اون کسی است که به رسول الله محبوب من تو تیر زده است. این حدیث دیگر را گوش کن. عبدالله ابن مسعود حدیث را روایت میکنه، در کتاب الصلاة بخاری میآورد، میگه روز از روزها رسول خدا صلی الله علیه و سلم در جنب کعبه، این داستان دوم 520 حدیث بخاری است، در جنب کعبه رسول صلی الله علیه و سلم نماز میخواندند. مشرکین در بین خود میگفتند چی کسی است کو جوان رشیدی که دست بین بلند شود برود در قبیله بنو فلانی اونجا شترها ذبح می شوند، برود نجاست و گندگی و بچه‌دان شتر را بردارد بیاورد سر شانه های محمد بگذارد صلی الله علیه و سلم. چی گناه کرده بود نبی ما؟ چی تقصیر داشت نبی ما؟ جز که میگفت امتی امتی. تقصیرش این بود که میخواست من و تو را نجات بدهد. شقی‌ترین میگه از بین بلند شد جوان، رفت تمام گندگی شتر و خون شتر و بچه‌دار شتر را برداشت آمد. وقتی رسول خدا سر مبارک را به سجده گذاشت، آمد سر شانه های رسول خدا را گذاشت، سر شانه های رسول صلی الله علیه و سلم را گذاشت. عبدالله ابن مسعود میگه من کوچک هستم و خرد هستم، نمیتوانم کار کنم. میگه کسی خبر داد به حضرت فاطمه که فاطمه جان بیا که سر شانه های پدرت گندگی شتر و خون را انداخته و بچه‌دان شتر را سر شانه های پدر جانت انداخته است. فاطمه 10 سال سن دارد، دختر خردسال است، دویده می آید، هیچ کسی نیست که به رسول خدا نزدیک شود، هیچ یار ندارد، هیچ مونس ندارد، هیچ غمخوار ندارد، تک و تنها از رسول خدا در جنب کعبه نماز میخواند، سر به سجده به پیشگاه اللهش گذاشته، ولی با پیامبر چگونه رفتار میکنه؟ می آید می بیند که سر شانه های بابا، سر شانه های محمد، سر شانه های رحمت للعالمین، سر شانه های غمخوار امت، سر شانه های شفیع المذنبین خون ریختانده شده و نجاست ریختانده شده. حضرت فاطمه می آید با دستان نازنین خود، به دستان پاک خود اونها را از سر شانه های رسول خدا بلند می کند. پیامبر مبارک سر را از سجده بلند می کند. حضرت فاطمه رو می کند به مشرکین همه را دشنام می دهد که ای دشمنان خدا، با پدر من چرا این گونه رفتار می کنید؟ پدر من چی کرده به شما؟ وقتی می شود که می گوید مشرکین و یقولون اینا لتارک آلهتنا لشاعر مجنون، می گفتن در بین خودشان که آیا ما خدایان خود را، معبودان باطل خود را ترک کنیم به خاطر این دیوانه؟ به رسول خدا دیوانه می گفتن. چی جواب داریم؟ روز قیامت الله و رسول الله از جوان پرسان کنه تو گیم پابجی بازی می کردی؟ من به خاطر تو چی رنج را دیدم؟ صحابه خود را که گلهای نازنین من بود همه شهید شدن، ولی تو با گیم پابجی به من تیر میزدی. لئن اشرکت لیحبطن عملک. الله جل مجدوه می فرماید ای رسول صلی الله علیه و سلم، ما به پیامبران پیشین و به تو هم وحی کردیم هر کی شرک بیاورد، اگر تو شرک بیاوری کل عملت ضایع میکنم. رسول خدا شرک میآورد؟ امکان داشت بلند میشم. خیلی خطاب به امت هست، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک آوردین کل عملتون را ضایع میگردانم. پس کسی که گیم پابجی بازی میکنه او شرکی به الله آورده است. کسی که گیم لدو بازی میکند رسول خدا فرمود صلی الله علیه و سلم
برای من شما تحقیق کنید. اونهایی که دستهایی که پشت پرده کار میکند، اونهایی که این گیم پابجی رو به من و تو ساخته، و غمخوار من و تو هست. به خدا قسم دلم میسوزد به حال جوان. دوست ندارم جوانان ما از دست ما بروند. دوست ندارم جوانان ما اوقات و وقت خود را بکشن و از بین ببرن. جوانان ما هر کدامشان قبلا گفتم که بازوی اسلام هستند. اگر اینها آمدن انرژی خود را جمع کردن، این دین سر پا استاده می شود، این دین موفق می شود. مشرکین یهود و نصارا ناکام می شوند و ناکام بودند. الله همیشه ناکامشان بگرداند.